سلام خدمت همه مخاطبین عزیز کانال رشد پرو. در خدمت شما هستیم با یک کلیپ فوق‌العاده دیگه. تا آخر این کلیپ رو گوش کنید. خیلی از اون سوال‌هایی که خیلی از اون استرس‌هایی که شما در شغل خودتون، رشته خودتون، کار خودتون، اون هیته کاری خودتون دارید، اینجا می‌خوایم بهش پاسخ بدیم و ببینید اگه نگاهتون رو عوض بکنید چقدر میتونه روی سرنوشت اون چیزی که برای خودتون چیدید تو هر زمینه‌ای عوض بکنه. می‌خوایم از رقیب صحبت بکنیم. الان خیلی از بالاخره جوونا، خیلی از افراد میخوان یه کاری رو شروع بکنن. وقتی میان تو شهر خودشون، حالا شهر کوچیک‌تر باشه به نسبت کمی انتخاب سخت‌تره، شهر بزرگتر باشه حالا خاصیت‌های خاص خودشو داره، میخواد مثلا یه فروشگاهی رو احداث بکنه و باز بکنه، مثلا لباس فروشی، بوتیک فروشی. وقتی میخواد این کار رو بکنه، خب میاد یهو مثلا فرض کنید یه شهر 100,000 نفره رو در نظر بگیریم، میبینه که تو این شهر 100,000 نفره نزدیک 20 خورده‌ای بوتیک هست. یعنی شانس این فردی که الان میخواد، حالا تو اینا کلی آدم با سابقه هست، کلی آدم هست که خیلی مغازه‌شون بزرگه، خیلی فروشگاهشون بزرگه، مغازه‌ای هست که قراردادهای مختلف و ارگان‌های مختلف داره. این شخص هم میخواد این کار رو بکنه و اگه نگاهش این باشه که اینا رقیبای من نخواهند گذاشت من کار کنم، اون در اشتباه هستش که الان میخوایم همین اشتباه رو ما بازش بکنیم، صحبت بکنیم. ما میخوایم از بحث فوتبال شروع بکنیم. یا آکادمی فوتبال فرض کنید تو همین شهر 100,000 نفره میخواد آغاز بکنه به کار. حالا میخوایم شما به من بگید این اگه تفکرش این باشه تنها باشه تو اون شهر، یعنی تنها برای 100,000 نفر بتونه اونو ساپورت بکنه. شما این مثال رو داشته باشید، بریم سراغ آموزشمون. خب ما اینجا اومدیم گفتیم شانس برنده شدن داشتن رقیبه. اون چیزای کلیشه‌ای رو نمیخوایم صحبت بکنیم که رقیب باعث میشه تو رشد بکنی یا فلان. نه، اصلا بحث ما اینا نیست. یعنی ادامهش میفهمید که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ما با این جمله شروع میکنیم: هر چقدر رقیب و همکارت تو اون کار زیاد باشه، اتفاقا شانس تو بیشتره. این تویی که داریم صحبت میکنیم راجبش کسیه که حرفه‌ای تر قرار رفتار بکنه، با کیفیت تر قرار کار بکنه، به رشد و توسعه قرار فکر بکنه. یعنی این شخص رو داریم میگیم. یعنی آدم معمولی بیای تو بازار رقابت اصلا حذف میشی. باز جمله آخرش: در بازارهای شلوغ الماس‌ها زودتر دیده میشن. حالا اینا یعنی چی؟ میخوایم بهش بپردازیم. پلن اولی که باش کار داریم چالش‌های تکرویه. یعنی چی؟ فرض کن تو کار تک باشی، تنها در یک حالت تو میتونی موفق باشی. یعنی تو کار تک اون فوتبالر، آکادمی فوتبال رو بیارید تو ذهنتون، توی شهر 100,000 نفره، تو اگه بخوای 100,000 نفر رو، حالا ما 100,000 نفر رو در نظر بگیریم که 30,000 نفرش حالا بچهای حالا هم پسر هم دختر، حالا هر دو تا رو حساب کنیم، مثلا 30,000 نفرش پسر زیر 18 سالن و تو قراره اینا رو اصطلاحاً ساپورت بکنی، حمایت بکنی و اون آکادمی فوتبال تو راه بندازی، استعدادیابی بکنی، حالا ازش به سود هم برسی. واقعا چنین توانایی وجود داره؟ الان شما تو همون تهرانش با اون همه جمعیت نمیتونن مثلا یهو 2,000 نفر رو مدیریت کنن. چجور میخوای 30,000 نفر رو مدیریت کنی، حالا ازش به درآمد هم برسی، توسعه هم پیدا بکنی؟ بعد تو شاید بگی خب میایم آکادمی‌های مختلف میزنیم. چند تا میخوای آکادمی‌های نمایندگی بزنی که بتونی همه این 30,000 نفر رو درگیر بکنی؟ پس این شدنش خیلی سخته، به خیلی چیزها ربط داره که توی تاریخ هم حتی نشون داده که کل تاریخ شاید مثلا شما 7,000 سال رو بگردید تک و توک کارهای پیدا کنید که طرف یک بوده، همه ابعاد رو هم تونسته کنترل بکنه که این گسترشش رو بتونی بدی، پیشرفتش بتونی بدی، استخدامی داشته باشی. حالا تو بحث کارآفرینی داریم میگیم، تو هر زمینه‌ای همینا، یعنی این سخت همه زمینه‌ها رو بتونی داشته باشی. خب وقتی هم نتونی، موفقیتت کمتره، حاشیه سودت کمتره. یه مثال دیگه بزنم، شما مثلا باشگاه بدنسازی داری، خب چند تا باید باشگاه بدنسازی بزنی که بتونی همه جامعه رو درگیر بکنی، بتونی سود بیشتر بزنی؟ خب همش میشه ضرر دیگه. شما نمیتونی 30 تا باشگاه بدنسازی بزنی، تاش بتونی 2 تا بزنی، 3 تا بزنی، اصلا خیلی پولدار باشی 5 تا بزنی. میخوام بگم این بحث تکراری بودن فقط در این حالت موفقه که اونم کار هر کسی نیست، حداقل اینو تاریخ بهمون ثابت کرده. پس این بحث اول. میریم سراغ بحث دوم. ما یه راه حل دیگه داریم، بحث اتحاده. خب یعنی شما میگی مثلا همون بیایم باز آکادمی فوتبال رو تو ذهنمون بیاریم، ما بگیم آها ما میخوایم آکادمی بزنیم، 3 نفر دیگه هم دارن تو مثلا اون شهر 100,000 نفری دارن کار میکنن، بریم با اونها صحبت کنیم، اتحاد کنیم. ولی ما نمیدونیم که کلا اتحاد و کلا همکاری هزینه بره و غالبا کوتاه مدته. دشواری‌های نگرشی داری، بعد کارهای پرهزینه داری، بعد پستی بلندی زیاده، چالش‌های ارتباط گیری زیاده. عملی شدنش حداقل باز تاریخ به ما میگه، حداقل باز زندگی داره به ما ثابت میکنه، تغییر نگرش‌ها به خصوص تو این دور زمونه خیلی کار سختیه.
باز هم تاریخ به ما میگه که یک در میون چیه 100 در میون یه دونه مثلا داره، اونم موفق کوتاه مدت، یعنی باز بلند مدت زیاد نمیشه کار کرد. پس اتحاد کردن هم خیلی روش نمیشه حساب باز کرد که ما بیایم مثلا اتحاد کنیم تا باعث رشد و پیشرفت و سود ما بشه. حالا ما داریم تو زمینه کارآفرینی میگیم، شما تو هر زمینه دیگه‌ای هم اینو دارید، تو کارمندی که داخل یه شرکت هستید باز اینو دارید، یه جاهای مختلف اینو دارید که الان راجبش صحبت خواهیم کرد. پس داستان میشه، حالا البته بذارید این پلن هم توضیح بدیم بعد اون داستانه رو توضیح بدم بهتون. بحث بعدی اینه که اصلا ما محدودیت داریم. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی تو تنها باشی خب نمیتونی شناختی از اون کاری که داری انجام میدی به کل جامعه بدی. وقتی به کل جامعه نتونی با اون جامعه‌ای که توش هستی تو هر حیطه‌ای بدی، پس شناخت ازت کمتره. وقتی شناخت کمتر باشه تاثیرگذاری کمتره، پس کارت محدودتره، پس سودت کمتر. حالا هر سودی ها، چه اقتصادیش باشه، چه رشد پست و مقام باشه، چه رشد هر رشد توسعه‌ای که شما تو ذهنتون باشه. پس کلاً یه سری محدودیت ها ما داریم. شما تنها کار کردنت بدون رقیب بودنت کلاً باعث میشه که شناخت نسبت به شما کمتره، پس علاقه کمتره. مثلا شما فکر کنید الان یه وارد فروشگاهی میشید، شما یه مثلا چیپس و پفک میبینید مثلا، بعد اونور مغازه یه سری مثلا کالا میبینید، مثلا پتات، مثال میگم، این از خودم گفتم. شما چون پتاتو نمیشناسی، خب شناخت راجبش نداری، پس علاقه‌ای هم بهش نداری. ولی اگه شبیه چیپسا باشه شاید بری بگیری و بخوری، ولی اگه شبیه هیچی نباشه احتمالاً همون چیپس و پفک رو انتخاب کنی. پس این میشه که شما شناختت میاد پایین. و اما داستان چیه؟ داستان اینه که جادوی رشد اصطلاحاً رقیبان اینجا خودش رو نشون میده که شرطش تو اسلاید اول گفتیم، اینجا هم میگیم اگر رقیبان شما رشد کنن خیلی پدیده جالبی رخ میده. چی میشه؟ ببین این نکته خیلی مهمه، جامعه بیشتری با حوزه کاری شما آشنا میشن. آکادمی فوتبال رو بیارید تو ذهنتون، الان فکر کنید تو همون شهر 30 تا یا 40 تا آکادمی هست، تو همون شهر 100,000 نفره. این باعث میشه که بیشترین افراد وارد حوزه فوتبال میشن و وقتی شما کار حرفه‌ای، برندینگ خوب ساختی، تبلیغات خوب داشتی، مربیان خوبی آوردی و چند تا بازیکن معرفی کردی به لیگ‌های بالاترین، چیزایی که خصوصیات یک آکادمی میتونه داشته باشه، حالا میتونی اینجا کیف بکنی. چرا؟ چون هر چی بازیکنی که دنبال کارهای ارزون استعداد نداره فلان میره تو این آکادمیا، بعد اینا باعث میشه جامعه بیشتری درگیر میشه و بازیکن‌های خوب و با کیفیت، اونایی که قراره هزینه بکنن، میان سمت نقطه قله که میشید شما. و اینجا اون رقابته ببین چقدر میتونه کمک، اینجاست که شما میتونی حمایت بکنی رقیبات بیشتر بشن اتفاقا، چون جامعه بیشتری. اون بدنسازی رو بیارید تو ذهنتون، اگه باشگاه بیشتری تو منطقه باشه مردم بیشتر گرایش به بدنسازی پیدا میکنن. اگه باشگاه شما حرفه‌ای‌تر، مربی خوب توش باشه، همه اون حالا چیزایی که یه باشگاه نیاز داشته باشه، پس میان پیش باشگاه شما. حالا شما قیمتت خوب باشه، مناسب باشه، سود بیشتری هم خواهید کرد. پس جامعه بیشتر با حوزه کاری شما آشنا شده و شناخت عمیق‌تری برای شما ایجاد میکنه و در نهایت میشه علاقه بیشتر، بازار بزرگتر که نفعش برای شما که میخوای با کیفیت و بلند مدت بهش فکر کنی. در یک بازار بزرگ اگه کیفیت کارت بالا باشه تو برجسته تری، پس علاقه بیشتر و سود بیشتر رو میاری. اگه بهترین باشی، تبلیغات موثر انجام بدی، ارتباطات قوی رو بگیری و بتونی بین رقیبات ارتباطات بهتری داشته باشی، قطعاً میشه انتخاب اول، انتخاب توسعه یافته، انتخاب گران، انتخاب مناسبتر و این باعث میشه سود شما خیلی بیشتر میشه. این میشه جادوی بحث رشد رقیبانت. البته گفتیم دیگه شرطش در کیفیت شماست. اگه لذت بردی ما رو دنبال کن، از این محتوا زیاد داریم، لایک هم بکن ما رو.